این قسمت اول از شیرینی پزی برای تازه وارد هاست. تو این قسمت میخوایم ماربل براونی پنیری درست کنیم. یه شیرینی لطیف و فوق‌العاده خوشمزه که برخلاف ظاهر حرفه‌ایش اصلاً شیرینی پیچیده‌ای نیستش. برای شروع کره رو با شکلات تلخ به روش بنماری ذوب میکنیم، جوری که تکه‌های شکلات کامل داخل کرمون حل بشه. بعد از اون شکر رو بهش اضافه میکنیم، بعد پودر قهوه رو اضافه میکنیم و کامل هم میزنیم تا کریستالای شکر کامل حل بشه داخل موادمون. حالا باید تخم مرغامون رو دونه دونه به موادمون اضافه کنیم و بعد از هر تخم مرغ کل مواد رو هم بزنیم. با آخرین تخم مرغ هم باید وانیلی که داخل دستور نوشتم رو اضافه کنید و هم بزنید. حالا مواد خشکمون که شامل آرد و پودر کاکائو هست رو با هم الک میکنیم و بعد باید مایه کیک براونیمون رو خیلی آروم با لیسک هم بزنیم. حالا نوبت درست کردن لایه پنیری لطیفمون هستش که برای درست کردنش 200 گرم پنیر ماسکارپونه رو با شکر هم میزنیم تا کامل با همدیگه مخلوط بشن. بعد از اون یه دونه تخم مرغ رو اضافه میکنیم، دوباره باید هم بزنیم با همزن تا یه بافت لطیفی بهمون بده. آخرش هم وانیل رو اضافه میکنیم. خب اینجا من یه قالب 20x20 مربع دارم که داخلش کاغذ روغنی پهن کردم و تقریبا 3/4 از مواد کیکم رو کف قالبم میریزم و پخشش میکنم. بعد از اون میخوام لایه پنیریم رو اضافه کنم، یه لایه نازک اضافه میکنم و دوباره همون لایه پنیری رو روی لایه براونیم پخش میکنم. حالا 1/4 باقی مونده از مواد براونیم رو روی کیکم به حالت نامرتب پخش میکنم، چون میخوایم یه حالت ابر و باد ازش در بیاریم. بنابراین بعد از اون با یه سیخ چوبی یا با یه چاقو به همین شکلی که داخل ویدیو میبینین طرح ابر و باد رو ایجاد میکنین. کیک رو داخل فر 170 درجه به مدت 30 تا 35 دقیقه میپزیم، طوری که سطحش یکم سفت باشه ولی داخلش هنوز نرم و مرطوب باشه.